سلام همه دوستان. خب پذیرش پژو پارس 84 داریم از بندرعباس. قبلش رو واسهتون میگیرم با این شماره پلاک دوستان. مدل این خودرو مدل 1184. خدماتی که با این خودرو نظر گرفتیم میزونکاری و رنگ‌آمیزی سپره جلو، رینگا تعمیر رنگ‌آمیزی میشه. دور موتور دوستان همونجوری که مشاهده می‌کنید کاملا آفتاب سوخته است، کاملا ریکاوری ریموو میشه. آفتاب سوختگی این خودرو همونجوری که مشاهده می‌کنید به تیغای برف‌آکن هم صدمه زده. تمامی قسمت دوستان پر از پوسیدگی. قسمت سقفش رو با هم مشاهده میکنیم کاملا پوسیده شده. داخل کابینش به این اوضاع در اومده. صندلی‌ها، قسمت سقف، ستونا و قسمت داخل صندوق تمامی قسمت ها مومکاری و آیق کاری میشه و در نهایت رنگ‌آمیزی. قسمت درب صندوقش به این شکل دوستان این خودرو خیلی پرکاره. قسمت های لبه در کاملا آیق کاری میشه. قسمت سقفش رو بهتون نشون میدم. بدن فول موجگیری میشه. میخوایم از این خودروی 0 کیلومتر بسازیم. منتظر خروج این خودرو باشید. خب دوستان این هم از پایان بازسازی پژو پارس ELX مدل 1184 مهمون اون از بندرعباس. این هم از پلاک این خودرو که پلاک قبلی این خودرو. یه سبسازی اساسی واسه این خودرو انجام دادیم. بدن فول موجگیری و احیا شد. یه ریکاوری سرامیک درجه 1 با بهترین متریال واسه این خودرو انجام دادیم. تا خط بدن رو مشاهده کنید بدون کوچکترین ایراد. اگه یادتون باشه قسمت سقف این خودرو پوسیده بود، دوستاشون برطرف کردیم. تمامی قسمت های زیر آینه ها، درب صندوق، داخل صندوق، زیر گرگیرا تماما برطرف شد. بدنه کاملا بدون ایراد، بدون موج. داخل کابین یه سفسازی اساسی صورت گرفت. ایاتون باشه تمامی قسمت ها کاملا شکسته بود. خودرو دقیقا مشابه 0 ولی با مدل 1184 تحویل داده میشه. براقیت بدنه دوستان مشاهده کنید بدون کوچکترین ایراد، با شفافیت بالا. به جرئت میتونم بگم از ایران خودرو هم بهتر میخوایم تحویل بدیم. امیدوارم کیفیت کار لذت برده باشید. منتظر نظرات و کامنتاتون راجع به کیفیت کار و خدمات مجموعه هست. خوش باشید.